عشق یک طرفه یه نوع شکست عشقی و جریان عاطفی ناگواره. عشقیه که یه نفر بدون آگاهی از احساسات طرف مقابل خود به خود نسبت به او احساس علاقه پیدا میکنه، چه بسا طرف مقابل حتی عاشق فرد دیگه‌ای باشه. آدمایی که درگیر عشق یک طرفه هستن هرچی بیشتر پیش میرن خودشونو عاشق ترین فرد دنیا تصور میکنن که در حقشون ظلم شده. اما همین که با عشق از طرف مقابلشون مواجه میشن، عشقشون فروکش میکنه. در عشق یک طرفه فرد در افکارش باور داره که طرف مقابل بهش علاقه‌منده، ولی از احساسات واقعی اون خبر نداره. گاهی بعضیا برای جبران محدودیت‌های خودشون در زندگی عاشق کسی میشن و یا گاهی بعضیا عشق و علاقه خودشونو به طرف مقابل نشون نمیدن و طرف از این موضوع با خبر نیست. عزت خاتمه دادن به یه جریان عاطفی ناگوار به مراتب بهتر از ذلت ماندن در عشقی نافرجام و گدایی کردن عشق و محبته.